گایز چطورین؟ من حاولم و خوش اومدین به یوتیوب من. امشب ما داریم میریم آرپی ببینیم که دوباره چی میشه. Let's do this. شما عرض کردم اینجوری حرف نمیزنه آقای امیر اکسترا. با تو یکم بکن تو چونش. آبا دارم میگم خب نه آها داشت صحبت میکرد بذار بگه. رضا جان فوت شدن. دارم میگم که بشه از جن دستشو بیار برام ها. سرشو بیار برام ها. ببین یه لحظه. تو گفتی دوستش ندارم، حالا داری جیغ و بیلیغ میکنی. رضا جان رفتن. ای رضا الو بفرمایید. عشقم تو که این سروش پدر سگ خیلی عذرخواهی میکنم. به بنده ویسنت آمیگو هستم. این خط تو خریدم. من نمیدونم چرا هی زنگ میزنم به من میگن که نمیدونم تو کیکی چیشی برشته نمیدونم چیشی. بنده ویسنت آمیگو هستم خانم محترم. بله پرویزم کجاست؟ من ببخشید بهتون میشه تماس بگیرم؟ عذرخواهی میکنم. باشه ببخشید. خب زن شوهر من زن شما نیستم. یعنی من بله زنگ من زن شما نیستم. من که نگفتم زنمه. بله دروغ گفته دیدی؟ چی شد؟ رضا خودش جا زده من ویسنت آمیگو هستم. این جان دروغگوه. این داشی دروغگوه. من که بهت میگم اینو بزن لایر وسط آب همون مارماه یا بخورنش. رضا مر درود. سلام خوبید؟ بفرمایید. من عذرخواهی میکنم. من ویسنت آمیگو هستم، نوازنده ساز و عرضم به حضور شما که تازه وارد شهر اتفاق افتاده خانم. شما منو یاد رضا بنداخت. چی گویی بخورم؟ خدا بیامرزه. کی بودن؟ بس برحال صورتتون صداتون همه چیتون شبیه اونه. بیرونه براش. بعضی اوقات یه سری آدم ها تشابه دارن. این تشابه هم به خاطر اسپرمه خانم. چون اینا زیاد هفت یعنی منظورم اینه که عرضم به حضور شما که همه ما بنده یک گوهریم. من خیلی خودم اتفاقا در حسرت همچین عشقی هستم، ولی متاسفانه بنده یه مریضی دارم. بنده نازام. جان آقا سروش کجان؟ تو جا سروشی. نه من قول میدم دفعه دیگه از این کاری انجام سروش به کونه پارا سروش. حرکت کنه سمت کوزه. دلیل داریم اگه عدالت علی اینه آیا آفیسه 10 تا ماسک دارم بخرم. هر روز از دیروز لختی تر. وایسی تو برم ماسک بخرم با هر بگ و بیام. روز شو داداشم این شوهرم که نیست اینقدر گیر میدی. برعکس. خب یه دون سایلنسر نداریم من این داداش. بگیر صورت تو بپوشون اون ورا رو که نپوشوندی. یا چند نفری جالب میشه. بچه ها بریم پایین از رو ماشینم. پایین از رو ماشینم. عزیز جرم بیا پایین.
من پایینم دیگه. نه اونی که تو پوزیشن میگم ماشینه، پایین. اونی که تو ماشینه بشه بیا پایین. پایینم. من ویسنت بشین آمیگو رو هستم. زانو بشین رو عبی زانو وایس من بشین عبی. من ویسنت آمیگو ببرید دیگه، هستم. سواری ماشین کنید ببرید. جان علی. بچه سوار ماشین شو گو نخور بدو. بله بله. نه داشتم رزومه خدمتی. کدوم ماشین فرمودید؟ بابا چه خانم دزد زیبا. کدوم بفرم؟ بنز بنز. بیا بچه بنز. این بنزه؟ پیدی اومد دیدی اومد بشین. سریع بپیچید باشید بنده رو بیا تو آره من گو خوردم الان در خدمت شما هستم. بفرمایید. خب نوش جونه. مرسی شما ممنونم. که گفتی بنده سونیا هستم و صاحب کلاب و رضا فرشته آره. پیچیده و رفته و اینا. الان کلاب و آتیش بزنم چی بکنم تو این کلاب یا نه؟ عذرخواهی آره میکنم ها؟ قبل از فرو کردن الان زنگ آلت- بزن شکایت کن دیگه. بله من بدو. که قبلا هم بهم گفته بودن خفه شد. قطعا این کارو رادیو. میکن به من بابا زنگ بریز خسته بنزین بریز اون ور. شدی کی گفت تو کسخل برداری؟ من دارم با این صحبت میکنم. بعد با من عزیزم شما خیلی کسخلی دیگه. ایشون گفت با من دیگه. مرتی که میره جیمی بیا باز کن. بله بفرمایید. کجا بیام؟ در پشت الان بازش بفرمایید میکنم. تو با خانم اوکی، الان مقدم میام. تو رو خدا بفرمایید. این اصلا در پشت ببند. نریزن توی و اینا. بفرمایید. نه در رو باید قفل میکنم. گفتم که در رو او در پشت پر گفتم در رو آدمه ببند. در رو باشه، بکنه. جان مادرم گفت در رو وا باشه کنم. عزیزم گفت در رو ببند. ببین باشه تو در رو باز برو هرچی در رو شما باز بگید کن من وگرنه. اولویتم با شما. باشه عزیزم ببخشید من جلو شما در رو وا میکنم و پشتم به شما سر. یا این گاد بگیری بفرمایید، خواهش می‌کنم. خسته نه نه ببخشید باشه، انده در رو وا گم می‌کنم. کرده. ببند در رو، ببند. اوکی؟ ببندم. بله من خانم یک و دو سه قیافه پیدی شنی شیافه. کی برم بانک دزدی کنی ازم عزیزم. دوست دارم جیبمو بزنی. آره. من واقعا خانمایی که مستقلا رو پای خودشون دزدی میکنن واقعا لذت دارم. خواهش میکنم زبون نزده بودید. به معاشرت نفرموده بودید به بنده کاملا نمکی هستم. پدرم هم میگه بابا چقدر موهات شوره میزنه. میگم رضا جانم. ببخشید من قرص زیرزبونی میخورم آسپرین بچه میکنم. ببخشید من یه لحظه جان دل جان قربونت. من تو رضایی چی عزیزم؟ این تو رضایی چی؟ کجا میری؟